روز بخیر بینندگان عزیز. امروز جمعه 3 نوامبر من با اتفاق همکارانم در پراگ و تاجیکستان شما را در برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی خوش آمدید میگویم. در این نشر برنامه همراه اطراف این چند موضوع صحبت خواهیم کرد. امسال نرخ میوه در بازار گران شد، ولی باغداران میگویند آنها همان محصولات خود را در سر زمین با نرخ پایین میفروشند. در روز 100 کس 200 کس میشن. میبیرن میگیرن میروند. نگرانی گروه 24 از احتمال اخراج و استرداد یک اشتراکچی تظاهرات در آلمان به تاجیکستان و معرکه راندن ده‌ها هزار مهاجر افغانستانی که ماه روان آغاز شد تجارت در بازارهای پاکستان را سرد کرده است. من خوابم را گم کردم. در فکر آن هستم که اگر افغانها بروند پولم را از دیگر کشور چگونه برمیگردانم. شروع میکنیم از یک خبر. 2 مأمور میلیسا را با گمانی گرفتن 24,000 سومانی و تهیه بلیط قلبکی حربی دستگیر کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 2 نوامبر گزارش داد که لیتنانت مهراجدین نظرف و کاپیتان اشورعلی اسماعیلوف با قلابی به مقدار کلان و ساختکاری با مصلحت پیشکی متهمند. با آنها جریمه یا از 2 تا 8 سال زندان تهدید میکند. موقع گمانبران یا نزدیکان آنها به قضیه معلوم نیست. در ضمن ماه اوگوست هم در تاجیکستان 2 نفر را با گناه تهیه بلیط قلبکی حربی برای 3 دعوت شونده محکوم کردند. این شب و روز دعوت تیرماهی جوانان به ارتش جریان دارد و برعکس مقامات که سالهای اخیر از افزایش صف اختیاریان میگویند ساکنان از دعوت اجباری و فشار به نزدیکان دعوت شونده ها شکایت میکنند. تیرماه معمولا موسم معرکه و دستورخوان‌آرایی مردم هم هست، اما ظاهرا امسال در این فصل دستورخوان و مهمانداری های بسیاری ها به سبد میوه میگذرد. تقریبا 2 برابر گران شدن میوه در بازارهای تاجیکستان اکثر ساکنان را نگران کرده است. نرخ 1 کیلو سیب که سال گذشته 5-6 سومانی بود، حالا در بازار تقریبا به 15 سومانی برابر شده است. چرا در دستورخوان مردم میوه فراوانی نیست؟ علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله از تاجران و دهقانان پاسخ پرسیدند. این باغپروری تاجیک هر کیلو سیب خود را به طور یک لخت با ارزش 2.5 سومانی فروخته است. او میگوید در بازارها میانروها یا تاجران سیب را که با نرخ ارزان از آنها دسترس میکنند، خرد و بزرگش را از هم جدا نموده در علایدگی با ارزش گران به سودا میگذارند. بازار ما در راست گپ سیب کتا کلونی سامارین که داریم و یا ما حاضر دهمی را همی راست گپ سطلچش 20 سومن داده استیم. ایتا بگیرن آبتون بگیرن و اکنن 2.5 سومی آبش همش میتیم. کلون و مایدش ما نگاه نمیکنیم. کلون و مایدش یک را میتیمشون میروند. در خوجگی دهقانی قربان مراد 2006 در تقریبا 30 کیلومتری دوشنبه پرورش میوه‌های گوناگون از قبیل سیب و نوک و شفتالو و گیلاس به راه مانده شده است. برخی باغپروران گفتند در حدود خوجگی دهقانی محصولاتشان را می‌فروشند، زیرا تا به بازار بردن و تجارت در داخل بازار برایشان چندان آسان نیست. میبری آبتون همه نفر آورده از دست میگیرن و نرخ ارزان میگیرن. ما در اینجا خوبه که ما از چی میچینیم باغ خودمون میچینیم میبریم یک چی دبالش میمونه میزنیمش میروه. در روز 100 کس 200 کس میشن. میبیرن میگیرن میروند. به نقل باغپروران سردی‌های زمستان گذشته حاصل انگور و انار و لیمو را کم نموده است، ولی نرخ میوه‌های به مثل سیب و نوک و خرما هرچند حاصل خوب دادند گران است. چندی از باغپروران تاکید نمودند که میوه از سر زمین تا به بازار از چند دست میگذرد و هر یک بالای آن نرخ میگذارد. در بازارهای دوشنبه 1 کیلو سیب با ارزش از 10 تا 35 سومانی، انگور 15 تا 40 سومانی، نوک 25 و خرما 10 سومانی به فروش گذاشته شده است. با این وجود مسئولین بعضی بازارها میگویند نرخ میوه تغییر نیافته است. امروز تمام نمود محصولات‌های میوه‌جاتی که در بازار وارد می شود و محصولات های وطنی هستند امروز نرخشان تغییر نیافته است. نسبت به سالهای گذشته این از طرف متخصصان نظارتچیان بازار به تنظیم درآورده می شود.
ولی تاجران چیزی دیگر میگویند. من تصدیق میکنم از سردی هوا هم بسیار درختها آسیب دیدن، میوه شروع ندادن و همین صبح نرخ نوا بالا رفت. بسیار خیلی میوه همین تاجیکستان حاضر آورده اینجا فروخته استادیم، همش میوه خودمونه، محصولات تاجیکستانه. افزایش نرخ میوه از همه بیشتر خریداران را نگران نموده است. دیل اونو بشه کی پرسی؟ برای چی؟ برای قیمت های. سیب میپرسه، انگور میپرسه، همش میپرسه، قیمت های همش. با گفته بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در برابر نامساعدی باد و هوا دیگر عامل‌های نیز هست که نرخ میوه را گران کردند. گران بودن نوری‌های مینرالی و زرخیمیکات‌هایی که برای پرورش میوه‌ها در خواجگی‌ها ضرور است. خراجات‌های نقلیاتی که 50% را تشکیل می‌دهند و اون به نرخ محصولات ضم کرده می‌شود. چهارم، صادرات کردن بعض نمود میوه‌ها به خارج کشور. پنجم، در بازارهای کشور از جانب تاجران و صاحبکاران بعضا مواردها به طور صنعی بالا بردن نرخ‌ها. و ششم باشد نظارت سست خدمات ضد انحصاری برای تنظیم نرخ‌ها در بازارهای کشور. خدمات ضد انحصاری و وزارت کشاورزی تاجیکستان دو نهادی که به استحصال و پرورش و تنظیم نرخ‌ها سر و کار دارند از شرح موضوع خودداری نمودند. تماس‌های با تکرار ما با این دو نهاد به نتیجه ماند. وزارت کشاورزی تاجیکستان در سامانه رسمی خود خبر داده است که تا حال میوه‌های جمع آوری شده در کشور بیش از 430,000 تن را تشکیل می‌دهد. اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. نمایندگان حرکت سیاسی گروه 24 از سرنوشت بلال قربانعلیف عضو فعال این گروه که روز 24 اکتبر در آلمان بازداشت شد نگرانند. به گفته آنها با گذشت 2 هفته از او خبری نیست. اعضای این گروه ممنوع در تاجیکستان از احتمال استرداد قربانعلیف خوف دارند. برخی از رسانه‌ها بازداشت این پناهجو را به حادثه تخم‌زنی به ماشین پرزیدنت امام علی رحمان در آلمان ربط دادند. اما نماینده‌های گروه 24 میگویند قربانعلیف در این کار دست نداشت. همکارم میرزانبی خالقزاد که این موضوع را تحقیق کرد حالا در استودیو با ما است. میرزانبی، بازداشت بلال قربانعلیف در واقع بعد چند هفته سفر پرزیدنت به آلمان و اعتراض گروه 24 صورت گرفت. معلوم شد که سبب چی است؟ بله، زرنگیز حرکت سیاسی گروه 24 که بلال قربانعلیف هم یک عضو فعال آن است در خبرنامه ادعای اینکه وی را پلیس آلمان محض برای تخم زدن به ماشین پرزیدنت بازداشت کرده است رد نمود. هرچند تاکید شده است که او هم در اعتراضات هنگام سفر پرزیدنت به آلمان شرکت داشته است، اما به گفته مسئولین گروه بازداشت قربانعلیف که مقام پناهندگی نداشت به سندهای بود و باشش در این کشور ربط داشته است. بلال قربانعلیف پس از جنگ روسیه با اوکراین از کیف به آلمان آمده بوده است. عبیدالله سعیدی سخنگوی گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا به قربانعلیف خطر استرداد به تاجیکستان تهدید میکنند. از کشور آلمان و تشکیلات‌های حامی حقوق درخواست میکنند که از حقوق بلال قربانعلیف حمایت کنند، زیرا در صورت بازگشت مجبوری به تاجیکستان او را زندان، شکنجه و یا اینکه اصلا نابود شوی تهدید میکنند. ولی تا هنوز موقع مقامات آلمان در رابطه با این قضیه دسترس نیست. خب گفتید آنها از این بیم دارند که در صورت استرداد شدنش به او زندان و شکنجه تهدید میکند. احتمال استردادش تا کجا زیاد است؟ ببینید زرنگیز، حالا این سازمان برای حمایت حقوق بلال قربانعلیف وکیل مدافع گرفته است، ولی طی این مدت هنوز از جزئیات قضیه و خبری نیست. با توجه به استرداد چند تن از اعضایان این گروه ممنوع در تاجیکستان در گذشته و زندانی شدن آنها، نمایندگان مخالفین با نگرانی میگویند که اگر قربانعلیف فرستاده شود شکنجه و مجازات خواهد شد. و بلال قربانعلیف در تظاهرات روزهای 28-29 سپتامبر ضمن سفر پرزیدنت تاجیکستان به آلمان حضور داشته است. قبلا آنها در اظهارات خبر داده بودند که بعد از تظاهرات مقامات خویشاوندان آنها را در داخل بازداشت و شکنجه کردند و دیدبان حقوق بشر روز 6 اکتبر گفته بود حدودی 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و بازپرسی شدند و مقامات تاجیک قضیه را تا هنوز شرح ندادند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد بود با جزئیات بازداشت یک عضو گروه 24 در آلمان.
بیننده گرامی حالا یک آگهی داریم. رادیوی آزادی سلسله نوی را تحت عنوان درس‌های سوادی رسانه‌ای آماده کرده است که سر از 11 نوامبر در هر دو هفته در همه پایگاه‌های ما پخش خواهد شد. در آنها به گونه خیلی ساده و فهم‌آمد درباره فرق کردن خبرهای دروغ از راست، آسیب خبرهای دروغ به ذهن انسان‌ها، راه‌های دلیل سنجی و پیشگیری از دروغ پراکنی و به صورت عموم کاربری با معرفت شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری بودن تعلیم داده می شود. معنای کلمه فیک اگر خیلی آسان کرده گوییم دروغ گفتن و فریب دادن است. در شبکه جهانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از همه بیشتر درباره فیک نیوز و خبرهای فیکی سخن می رود، یعنی خبرهایی که بافته و ساخته و یا جعلی می باشند. من از گرگی که می پوشد لباسی میش می ترسم. مقصد فیک ها یا کسانی که فیک ها رو می سازند فایده گرفتن، جلب کردن توجه کاربران به سامانه یا پلتفرم خود و مقصد پر کردن کیسه خود یا لذت بردن از کاری است که انجام می دهند. چرا ما با فیک ها باور می کنیم؟ بیهوده نمی گویند. حقیقت دلگیر کننده است، اما دروغ هیجان انگیز است. خبرهای اصل از دروغ را چگونه می شود معین کرد؟ رو می‌آوریم به موضوعهای بین المللی. در حالی که با امر اسلام آباد افغانستانی‌های بی‌حجت را از پاکستان می‌رانند، بسیاری از صاحبکاران محلی در این کشور به کمبود نیروی کاری روبرو شدند. تلویزیون صدای آمریکا از بازار یک لخت فروشی مواد غذایی در اسلام آباد گزارش آماده کرده است که تجارت را در آنجا اکثرا افغان‌ها می‌چرخاندند. شهلای گلخوجه گزارش می‌دهد. هر صبح بازار یک لخت فروشی میوه و سبزوات در اسلام آباد پایتخت پاکستان سرآدم است. همه روز از ماشین ها صدها هزار قطعه محصولات خالی و در دکان های تمام شهر فروخته می شود. در این بازار اکثرا افغان ها کار می کنند. تمام کار ما به برادران افغانمون وابسته است. نفرانی هستند که محصولات را خریده در دیگر جا می فروختند. تخمینا 77% کارمندانی که به تجارت در اینجا مشغولند افغان ها می باشند. اما وضعیت تغییر می‌یابد. حکومت پاکستان به افغان‌هایی که بدون حجت‌های داخلدار اقامت دارند دستور داده است تا 31 اکتبر اختیاراً کشور را ترک کنند، وگرنه از 1 نوامبر مورد تعقیب قرار می‌گیرند. این امر بازار را سرد کرده است. من 2-3 کانتینر بار دارم که باید بفروشم، اما در بین 15 روز من حتی نصف آن را فروختن نتوانستم. خریدار نیست. طبق معلومات رسمی تقریباً 1,700,000 نفر افغان‌ها که اکثرشان در پاکستان تولد شدند در اینجا غیر قانونی زندگی دارند. مقامات میگویند در 2 ماه اخیر حدود 200,000 نفر از ترس تعقیب کشور را ترک کردند. در حالی که تاجران افغان در فکر آینده خود هستند، شریکان پاکستانی آنها به مثل نجیب الله از مبلغ گذاریش که صدها هزار دلار را تشکیل می‌دهد نگرانند. ما با پول نقد تجارت نمی کنیم، همش با قرض است. افغان‌ها از ما قرض دارند، ما باشم از آنها. بسیاری از کارگران افغان از ترس بازداشت شدن به کار نمیبرند. نبی خان به حیث بارکشان کار میکند. خانواده‌اش اسناد ضروری را دارد ولی حجت‌های او بیکار کرده شدند. تمام عمرم را در اینجا گذراندم و حالا با این مشکلات روبرو شدم. ممکن است که من از عائله‌ام جدا شوم. افغان‌ها که حفظ اجتماعی ندارند نسبت به همتایان پاکستانی خود با مبلغ پستر کار میکنند و فروشندگان نیز به خاطر کم کردن خراجاتشان از نیروی آنها استفاده میبرند. وقتی که افغان‌ها دست جمعانه میروند، پیدا کردن ماشین‌های بارکش برای انتقال غذا تا رفت مشکل تر می شود، زیرا این عائله‌ها ماشین‌ها را برای انتقال خود و اشیاءهایشان فرمایش میدهند. با افزایش سرعت خروج افغان‌ها، صاحبکاران پاکستانی به خلل جدی وارد شدن و کارشان آمادگی میگیرند. من خوابم را گم کردم. در فکر آن هستم که اگر افغان‌ها بروند، پولم را از دیگر کشور چگونه برمیگردانم. در پاکستان بیش از 4 میلیون افغانستانی زندگی میکنند که اکثریتشان سندهای قانونی دارند. در حالی که بسیاری ها در گذشته با تعقیب و امر اخراج روبرو شده بودند، این بزرگترین معرکه اخراج در پاکستان می باشد. و بینندگان عزیز، در همینجا برنامه رو به پایان میبریم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری شما.